کسی که در منهج و سنت به اهمیت نمیده آیا شهادتی و قبول می یا اینکه چه انسانای شهادتش قبول میشه؟ لا شک اگر منهج اهل سنت و الجماعت نباشد، یعنی سنت مثلا طوری که سنت باشد مثلا و آدم روایتش هم شهادتش هم چه میشد، یعنی غیر مقبول میشد. یعنی هم به امام احمد میگفت که یعنی آدمی که مثلا ویتر ترک میکند مثلا چه لا تقبل شهادته، ویتر نمیخونه که آدم چه شهادتش قبول نمیشه، یعنی سنت ترک کرده آدم چه شهادتی وای قبول نمیشه، گواهی که میتیاد وای چه قبول نمیکنیم. یعنی نه میگن کی به تهمت میشد و کی به غیبت میشه اگر انسان از قفاش گازنیده برد. یعنی این چیز حدیث مسلمان اومدگی غیبت و تهمت دربارش مسلمان اومدگی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم گفت که غیبت تعریفی هم گفت که انت ذکره، هم گفت غیبت گفت ذکرک اخاک بما یکرهه، ذکرک اخاک بما یکرهه. قالوا یا رسول الله افرأيت ان كان في اخي ما اقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما قلته فقد بهته بالتشديد بهته. یعنی غیبت گفت چه برادرت به یک چیز ذکر میکنی که هم چیز وای دوست نمیدارد. گفتن که اگر هم برادر من هم چیز باشد یک وصف شایکه، هم برادر من یک وصف شایکه هم چیز وای دوست نمیدارد، یعنی مثلا وای برادر دروغ، لیکن وای نمیخواهد که وای دروغ گوید و حقیقتا دروغ یعنی 2 متر مثلا ها قدر و حقیقتا همین خیلی یعنی وای چی، لیکن نمیخواهد که وای چی دروغ گوید. خلاص وای تو اگر از در غیبتش دروغ گفتی غیبت کردی، یک برادر سیاه حقیقتا سیاه رنگش، لیکن وای به همین چیز خوش نمیبیاد، یعنی بعد میبیند که چی سیاه گوید، سیاه که گفتی غیبت کردی. یا وای برادر کور حقیقتا کور یعنی نمیبیند چیز، لیکن نمیخواهد همین چیز. وقت چند نزدیک گفت که کور خیلی گوید، میگوید که از الله ترس میگه چه من مسخره میکنی، معناش یعنی در غیبتش کور گفتن وای چی میشه غیبت کردی وای ها. فهمدید همین خیلی یا که وای خراب یا که فربه یا چولاق یا کار یا کور یا مثلا چشمه یا مثلا همین خیلی چیزاش، یعنی همین چیزا واسه وای انسان هم دوست نمیدارد همین چیزا بعد میبینه، یعنی معناش در غیبتش همین صفاتو که وای واسه کردن همین غیبت میشد. اعوذ بالله همین چیز چی میشد یعنی غیبت میشد ها، همین چیز چی میشد یعنی غیبت میشد. گفتن که اگر برادر من نباشد چی، یعنی نبیده که چی رقیبای بگه وای بهتان اعوذ بالله وای غیبت هم کنه چی میشه کلام میشه ها تهمت میشد، یعنی فقط بهته ای چیکو کردی تو وای تهمت کردی دروغ گفته حق برادرت به هم به انسان از غیبت و این چیزا چی میشه دور میشه. یعنی همین حدیث عایشه ابو داوود رضی الله عنها، ابو داوود اند اومده که عایشه رضی الله عنها میگویند که و یک بار رسول صلی الله علیه و آله گفتن میگوید که یا رسول الله حسبك من صفیه فانها كذا و كذا ها. گوید رسول صلی الله علیه و آله که والله قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته، یعنی صفیه بنت حیی ابن اخطب، حیی ابن اخطب یکی رؤسای بنو نظیر، و صفیه رضی الله عنها اسرائیلیه و زوجه رسول صلی الله علیه و آله مؤمنه مسلمه، زوجه یکی از مادران مؤمنه. عایشه اكو بین زنها آخر بین ضره بین زنها چی میشه بینشون دویم جنگ آخر، یک مردان دو زن سی باشه فطرتش دویم بینشون چی میشه جنگ میشه، یک دیگرش دویم بعد میکنن. عایشه رضی الله عنها یک روز رسول صلی الله علیه و آله میگوید که من صفیه چی اینقدر همین صفیه میگویی این کذا میخله یعنی گفت که قصیره یعنی قدش پست قصیره گفت ای قدش پست آخر. رسول صلی الله علیه و آله یک کلمه گفتی که اگر این کلمه آب بحر یعنی اکیان به پرتوی آبش دیگه میکند، یعنی آبش افلاس میکند، آب اکیان چی میکند یعنی افلاس میکند این کلمه، یعنی چی همین غیبت. و عایشه رضی الله عنها معاشرت این چیز توبه کردند رضی الله تعالی و ارضاها. فهمیدید هم به این غیبت آدم مثلا بیهوده یک کس هیچ وقت مثلا به این وصفه یعنی مکروه ذکر نمیکند ها، یعنی لیکن جان باید دونست که
یعنی اما چیزی که مثلا یعنی یک مثلا مبتدع حتی مبتدع باشد که از اهل بدعت باشد بیهوده وی ذکر کردن حجت نه، یعنی حتی یک مبتدع های ها و مثلا چولاق گفتن، چولاق باشد که کور گفتن درست نه. ما و حد معین انده ذکر میکنیم، یعنی بچه چیزاش یعنی چیزایی که یعنی برای مسلمان ها فایده شه. میگم که بچه های دروغچی برای چی ذکر میکنیم دروغچی گفته؟ برای که تو که مردم فهمد که اپای وای نشود گفته. همیننده ریاض صالحین اند نووی رحمه الله بعد از که باب غیبت به حدیثای میبیارد ها سوره چی میبیارد باب میبیارد باب میگوید ما یجوز او ما یباح من الغیبه گفته میبیارد ها بابی که چیزها هایی که غیبت چه جایز چند چیزان غیبت جایز میگوید 6 چیز 6 حالتان غیبت جایز میگوید 6 حالتان التظلم والاستعانه والاستفتاء وتحذير المسلمين ويعني غيبة الفاسق المعلن أو مبتدع الضال وشمش التعريف مش شيء التظلم والاستعانة والاستفتاح تحذير المسلمين وإعلان الفاسق المعلن الفسق وشمش التعريف همه حالتون ده غیبت جایز. یعنی مثلا چی تظلم ظلم یک آدم مثلا یک آدم ظلم کرد نزد ولی الامر اومده یعنی چی میگه شکایت میکنن میگه که من فلان ظالم میگه گرچه مثلا چی غیبت نمیشه من حقم فلان ظالم میگه حقم ظلم کرد گفته بود گرچه نه کی به میفهمد که رفته شما سروش به ظالم گوید یعنی ها برای که حقش به تعدی کرد میگه فلان ظالم من حقم ظلم کرد ها یا که حالت چنده استفتاء نزد مفتی به میبید بیان کلمتی میگه که یعنی مثلا شوهر زن میبیاد نزد مفتی با اومده نزد عالم با اومده شکار میکنه اگر شوهرش حقیقتا یعنی مثل که یعنی چی میکنه یعنی نفقه نمیکنه فرزنداش و زنش به میگه نمیگه امروز مثلا چای 3 روز خورد نمیخورد خوننده ها بخیل یعنی شوهرش میرد چی شکایت میکنه میگه که شوهر من چه بخیل کی میفورد که روش به بخیل بیاد یعنی لیکن حالتنده جایز. سیمش استعانه یعنی شما مثلا یک مثلا یک آدم شما به حقتون به مثلا یعنی تعدی کرد رفته دیگران یاردم میطلبه میگه که برادر من حق من به چیکار کرد من به یاردم تید و چهارمش چه گفته تحذیر المسلمین یعنی شما دیدید که یک متفقه یک طالب علم مثلا یک آدم مثلا چیکار کرد استاد است مثلا یک آدم نزد یک مبتدع یک اخوانی یک تبلیغی یک مثلا فلان برفته استاد است نمیدوند مسکین یک تکفیری مثلا شما میگید که برادر فلان تکفیری نزد وای به نرفت گرچه وای به مثلا نشه شما نه که باید که نه آگاه کنید این چیز است آگاه کر میگید که نزد وای به نرفت زیرا که وای کی است وای تکفیری یا تبلیغی یا اخوانی یا شیعی یا سروری یا مثلا تحریری وای غیبت نمیشه این چیز مثلا چی میگن علمای ما چی میگن الجرح والتعديل که نووی میگه که اجمعوا على جوازه علما قاطبتا اجماع کردن که این جایز بدنش ها و پنجمش یک مثلا که وای یک فاسق معلن یک فاسقی که خودش اعلان کرد میگه که من فاسقم گفتم و چی وای به غیبت یعنی ها یا که مثلا مبتدعی معلن یا که مبتدعی که روی راست خودش خلق بدعتش به دعوت کرده میگرد وای میگه خدا مادامی که خودش مبتدی گفته ما مبتدی میگیم وای فهمدید پنجم ششمش چی گفتیم للتعریف التعریف یعنی برای که مثلا مونده مثلا سلیمان گفته یک آدم یک چند سلیمان چند کرد یکی از همین سلیمان ها چی وای یک چشمش مثلا نمیبیند میگیم که خیر سلیمان اعمش سلیمان یعنی یک چشم مثلا یک چشمش خیره هم خیلی میگه لیکن به شرطی که وای خودش راضی باشه خودش میگه که برادرو یعنی خیلی شما عذاب کشید دادتون یعنی سلیمان هر باره که سلیمان میگه کدوم سلیمان وای سلیمان فلان یعنی من چه اعمش گیر من راضی رحمونده که سلیمان ابن مهران الاعمش ابو محمد الکاهلی یا که مثلا چولاق میگه من مثل عبدالرحمن ابن هرمز یکی از راوی های ابو هریره رضی الله عنه اعرج معناش چه چولاق یعنی عبدالرحمن بسیار بدگی و خدا گفته که خیر من چولاق گفتن گرید هیچ گپ نه عبدالرحمن چولاق هیچ گپ نه یا که مثلا الاحول
ها الاحوال گفته که مونده کیا ماهای راوی ها ماه راوی های صحیحین احوال گفته که میگم یعنی چه میگن یعنی نه احوال یعنی کسایی میگن رسوا اولوس ها چی گفته شما کم اولوس گفته تو دیگه چی گفته تو ها و اولوس یعنی ها مثل احوال گفتن اعراج گفتن اعمش گفتن ها اعور مثلا ها اعور گفتن مثلا این چی واقع نداره با شرط خودش راضی باشه با شرط چی باشد یعنی راضی باشد اگر میگویم یعنی ها با شرط چی برای همین چی اسحاق ابن ابراهیم ابن مطر ابن مخلط ها الحنظلی التمیمی المروزی المعروف بابن راهویه یا که نحوی‌ها چه میگن راهوی یعنی برای که پدرش یعنی پدرش اوچش میگم مادر پدرش وقتی که حامله دار بدگی راهنده راه خراساننده تولد میکنه یعنی راهنده بدگی تو که از مستشفی خانه و بدن اومده تولد میکنه سوی از همین روز بارتا این موسی سفرنده آدما میگفتن که راهوی میگفتن اینا پدری کیه اسحاق که میگفتن یعنی راهوی میگفتن یعنی بچه راه ها سوی یکی از امیرهای خراسان عبدالله ابن طاهر پرسید که راهوی اسحاق ابن ابراهیم گفت که همه تو همین پدرت ابن راهوی همین چیکار همین تو هم ابن راهوی گم چخیل یا که پدرم هم چیزا بد میدی لیکن ما فرقش نگوید گفتن گرید یعنی گویا چیکار کنید یعنی گفتن گرید یعنی فهمده برای همین مثلا چی واقع ندارد یعنی شش چیز التظلم والاستعانه والاستفتاء وتحذير المسلمين ها ويعني ذكر الفاسق معلن فسقه واخرش تعریف گفته یعنی فهمده همین چیز نه همین حالتون ده یعنی برای همین وقتی که یعنی از اهل بدعت مثلا نماشته گرفته ذکر میکنه این غیبت صاحب نمیشد یعنی این غیبت صاحب نمیشد نه